سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 24 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. از ژورنالیست رستم جانی طلب دارند که به تاجیکستان برگردد و توبه کند. عاقبت‌های زمین لرزه، 3 کس زخمی و نزدیک 70 سر چاروا نابود شده است. راهبر سلفی‌های تاجیک را باز به 8 سال زندان محکوم کردند. اخراج مهاجران یکباره از 3 ولایت سمالنسک، ولگگراد و نووگوراد روسیه. مهاجران را برای دانستن زبان روسی امتیاز می‌دهند، برای ندانستن جزا. فتوای طالبان، کسی که نوروز را تجلیل می‌کند از اسلام خارج می‌شود. و اکنون تفصیلات خبرها. ژورنالیست انوره سرکارова که همراه شوهرش رستم جانی در اروپا به سر میبرند و اساساً حوادث مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکنند، خبر داد که روز 23 مارت سال 2023 مادر 68 ساله و برادر او را به شعبه میلیسیای نویه سینای شهر دوشنبه دعوت کردند و در آنجا مفتش حکیم شفیف و مادر او خبر داد است که به ضد رستم جانی بر اساس ماده 307 علاوه 3 قسم 2 با اتهام اشتراک در فعالیت سازمان افراطی از جانب دادگاه فعالیتش ممنوع شده، با استفاده از مطبوعات و اینترنت پرونده جنایتی گشودند. نمایندگان مقامات کارهای داخلی نویه سینا تا کنون خبر گشودن پرونده جنایتی به ضد رستم جانی را رسما شرح ندادند. خود او ماه فوریه خبر داده بود که به ضدش پرونده گشودند بر اساس قسم 2 ماده 307 علاوه 3. به وی همچنین جزا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. انوره سرکارova می نویسد مفتش شفیف به مادر او پروندهش رو نشان داده عیبنامه‌اش را قرائت کرده است و سپس گفته است که رستم را توسط اینترپول تحت جستجو قرار میدهند و بازداشت او فرصت زیاد طلب نمی کند. سرکارova همچنین نوشته است که گویا حکیم شفیف طلب کرده است تا رستم به تاجیکستان برگشته در ویدیو به گناهش اعتراف و توبه کند. بعد این به گفته شفیف مقامات تاجیکستان او را میبخشند و جواب میدهند. انوره سرکارova با اظهار نگرانی از تعقیب خویشاوندان او و شوهرش در تاجیکستان از سازمان‌های بین المللی خواسته است که از آنها حمایت کنند. سرکارova گفت با وجود این تعقیبات نزدیکانشان، آنها برای خود ادامه داده درباره آنچه که در تاجیکستان میگذرد حقیقت را خواهند نوشت. کمیته شهروندی نجات گروگانها و محبوسان سیاسی تاجیکستان، یک نهاد نزدیک به اپوزیسیون تاجیک، در یک اظهارات پرونده ضد رستم جانی را سیاسی و تعقیب نزدیکان آنها در تاجیکستان را پاسخ به فعالیت روزنامه‌نگاری رستم جانی و انوره سرکارova نامیده، نیز از سازمان‌های بین المللی حامی حقوق انسان و کورپس‌های دیپلماتی مستقر در تاجیکستان خواسته است که به این قضیه دخالت کنند. انوره سرکارova در گذشته خبرنگار بخش روسی BBC در تاجیکستان بود، ولی سال 2017 وزارت خارجه تاجیکستان دیگر اجازتنامه فعالیت او را تمدید نکرد. رستم جانی در سالهای 90 در تلویزیون تاجیکستان کار کرده، بعداً آریان میدیا، شرکت مطبوعات آریان بانک را رهبری میکرد که امور رسانه‌های چون روسکه رادیو آریانو و رادیو امروز در اختیارش بود. او در تاجیکستان همچنین نشریه هر روزه امروز نیوز را تأسیس داد. از سال 2015 تا 2019 رستم جانی در دفتر مرکز رادیوی آزادی در شهر پراگ کار میکرد. انوره سرکارova و رستم جانی از سیاست مقامات تاجیکستان نسبت به ولایت مختار کوهستان بدخشان، به ویژه از سرکوب خونین اعتراضها در این ولایت مختار در ماه سال 2022 به شدت انتقاد میکنند. یادآور میشویم که سال گذشته در جریان سرکوب اعتراضها با استفاده از سلاح و نیروهای ویژه بیش از 30 نفر کشته و در جریان عملیات ویژه تقریباً 200 زاده بدخشان دستگیر شدند. در بین دستگیر شدگان و کشتگان اکثراً لیدرهای غیر رسمی بدخشان نیز بودند. اکثر اهالی این ولایت مختار واقع در شرق تاجیکستان پیرو رویه اسماعیلیه مذهب شیعه بوده به زبانهای پامیری حرف میزنند. طبق اطلاع پیشکی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، در نتیجه زمین لرزه شب 23 مارت سال 2023 3 ساکن نویه کوهستان مشجع از جمله 2 مرد و 1 زن جراحت سبک برداشتند. همچنین در این آفت طبیعی 14 سر چروای کلان شاخدار، 52 سر گوسفند و 2 اسب نابود شدند. در قلمرو تاجیکستان شب و صبح 23 مارت
ساعت 9:07 دقیقه 2 زمین لرزه به قید گرفته شد. مرکز هر 2 زمین لرزه در 6 کیلومتر شمال دهه پلدورک جماعت دیوت لنگر نوعی کوهستان مشچوی ولایت سوخت واقع بوده است. برای رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی یک کمیسیون جمهوری تحت رهبری سروزیر قاهی رسولزاده تشکیل شده است و رسولزاده روز 23 مارس از مکان‌های ضرر دیده در نوعی کوهستان مشچو دیدن کرد. بیشتر خسارات در 6 دهه نوعی کوهستان مشچو، پلدورک، پکشیف، دشت میانه، یرم دیمنوره و رخ ثبت شده است. ساکنان از ویران شدن صدها خانه و بناهای یاری رسان چون عاقل و انبارخانه‌های خود خبر میدهند. بنا به اطلاع خبرگزاری از پلیس، بر اثر این آفت طبیعی همچنین دهها خانه و بنا در نویه‌های وادی رشت ویران شدند. گفته می شود که همچنین بر اثر زمین لرزه 27 بنای استقامتی در دهه پرواق، دوبه، سر دشت و تکوبه جماعت دیوت تکوبه نوع رشت قسما ضرر دیدند. همچنین در دهه تگرم جماعت دیوت میرآباد نوع نورآباد 2 بنای استقامتی خسارات جدی دیده. 10 بنای استقامتی، یک مؤسسه تعلیمی و بنای حکومت نوعی قسما ضرر دیدند. در نوع سنگوار در دهه فرچنگ جماعت دیوت طویل دره یک بنای استقامتی قسما آسیب دیده است. این در حالی است که بنا به معلومات فوری جمعیت هلال احمر تاجیکستان که روز 23 مارس سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک ژورنالیست نظرعلی پیرنظرов نشر کرد، در نتیجه زمین لرزه‌های شب و صبح 23 مارس در نوع کوهستان مشچو بیش از 700 خانه و بنا ویران شده، بیش از 120 سرچاروا نابود شدند. یک ساکن پلدورک نیز در صحبت به رادیوی آزادی از ویران شدن 300 خانه و انشاءات در این دهه خبر داده است. اما این همه هنوز تنها خرابه‌های تصدیق نشده است. مقامات رسمی درباره حجم خسارات هنوز یگان معلومات نهایی ندادند. روز 24 مارس سال 2023 یک باره از 3 ولایت روسیه، سمالنسک، ولگادا و نوفگورود درباره اخراج چند گروه مهاجران خبرها به دست رسید. طوری به نظر می رسد اخراج مهاجران در روسیه دیگر باره به یک امر مقرری تبدیل یافته ایستاده است. نشریه رابوچی پود خبر داد که از ولایت سمالنسک 4 مهاجر تاجیک را اخراج کردند. آنها 8 مارس مرز روسیه با بلاروس را عبور کرده الکی روز 9 مارس عقب برگشتند با این امید که با عبور مرز می توانند بود و باش خود را در روسیه دوباره از صفر آغاز کنند. هیچ کدام آنها حجت‌های چون کارت مهاجرت که حق بود و باششان در قلمرو روسیه را تصدیق کند نداشتند. به این دلیل نسبت به آنها پروتکل ترتیب داده شده و دادگاه نوعی سفانوف هر کدامش را 2000 روبلی جریمه بسته حکم بیرون کردنشان از روسیه را برآورد. حکم دادگاه قوه قانونی گرفته است و پرستاده در پی اجرای آن می باشند. خبر می‌دهد رابوچی پود. خبرگزاری سیور اینفورم خبر داد که از اول سال از ولایت ولگادا الکی 30 مهاجر غیر قانونی را بیرون کردند و اخیراً باز 2 نفر اخراج شدند. این 2 شهروند تاجیکستان و آذربایجان در روسیه به حق بود و باش و کار قرار داشتند. آنها در ولگادا و چریپاویت به سر می‌بردند. دادگاه آنها را به جریمه و اخراج محکوم کرد. پرستاده و این 2 نفر را تا فرودگاه مسکو برده به دست مرزبانان سپردند تا به کشورهای زادگاهشان روان کنند. در شناسنامه آنها مهر زده شده است که هر دو برای 5 سال از حق ورود به روسیه محروم گردیدند. خبر می‌دهد سیور اینفورم با تکیه به اداره پرستاده‌های ولایت ولگادا سامانه گازتا نوفگورود از اخراج 10 نفر 6 شهروند ازبکستان و 4 شهروند تاجیکستان از این ولایت خبر داد. بنا به این منبع یکی از اخراج شدگان شهروند تاجیکستان از ماه ینور سال 2022 در ولایت نوفگورود غیر قانونی به سر می‌برد. او را ماه نوامبر سال 2022 دستگیر کردند. این مهاجر تاجیک گفته است شناسنامه‌اش را گم کرد و به همین دلیل نتوانسته است مهلت بود و باشش را قانونا دراز کند. پرستاده برای تهیه شناسنامه برای این شهروند رسما مراجعت کردند و بعد آماده شدن همه حجت‌های شهروند تاجیکستان را با پرواز سنت پترزبورگ دوشنبه به وطنش فرستادند. خبر داده است خدمات مطبوعات اداره پرستاده‌های ولایت نوفگورود و افزوده است که سال 2020 از این ولایت 56 مهاجر را اخراج کردند. برای کشورهای چون تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌هایش پول از روسیه فرستاده عزیزان مهاجران آنهاست، از حق سفر به روسیه محروم شدن هر مهاجر به معنای از یک منبع اساسی درآمدش محروم شدن دست کم یک خانواده است.
سال گذشته از روسیه به تاجیکستان اساساً با شرافت مهاجران 2.5 میلیارد دلار پول فرستاده بودند. محرموف محمد رحمت اللهویچ معروف به محمد رحمت الله و دامولای محمدی که یک وقتها رهبر سلفیای تاجیکستان نام برده میشد، اینک بار دوم به 8 سال زندان محکوم شده است. همراه او یک گروه بزرگ پیروان سلفیه را به مدت از 7 تا 10 سال روانه زندان کردند. دامولا رحمت الله سال 2016 نیز به 8 سال زندان محکوم گردیده بود، ولی سال 2021 بر اساس قانون عفو آزاد شد. او تقریبا یک سال بعد رهاییش در اول ماه نوامبر سال 2022 از نو دستگیر شد. مقامات این قضیه را تا حال شرح ندادند، ولی یوسف محرموف برادر محمد رحمت الله روز 23 مارس سال 2023 به رادیو آزادی گفت حکم را دادگاه دوی اسماعیل سالمانی شهر دوشنبه صادر کرد و برادرش را بر اساس ماده 307 کودکس جنایی گناهکار دانست. اما یوسف محرموف گفت تفصیلات دیگری حکم از جمله به چه دلیل پس پنجره بردن برادرش را نمیداند. ماده 307 کودکس جنایی تاجیکستان از چند بند و علاوه عبارت است و از جمله افراطگرایی، عضویت در سازمان‌های ممنوع و دعوت‌ها به سرنگون کردن حکومت را فرا می‌گیرد. راستی در مرافعه دادگاهی و هنگام اعلان حکم بودم آدم بسیار بود، درست نفهمیدیم. همراه وی 12 نفر دیگر را از 7 تا 10 سال زندانی کردند. همسرش در مرافعه اشتراک داشت. بهتر است از او پرسید، گفت یوسف محرموف. خبرنگاران رادیو آزادی روز 23 مارس به خانه محمد رحمت الله نیز رفتند، ولی کسی حاضر نشد است که در این باره گپ زند. محمد رحمت الله 50 سال و 4 فرزند داشته، رشته شریعت دانشگاه بین المللی اسلامی پاکستان را ختم کرده است. دامولا محمدی در دهه اول سال 2000 در اوج فعالیت پیروان رویه سلفیه در تاجیکستان به میدان آمد و یکی از سخنگویان اساسی سلفیه در بحث‌های مذهبی طرفداران این رویه نو برآمد با روحانیان سنتی به شمار می‌رفت. در سال 2009 در پی اوج گرفتن این بحث‌ها دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت جریان سلفیه را رسما منع کرد و سال 2014 این رویه را بر روی خط سیاه سازمان حرکت‌های افراطی شامل کرد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزارت امر معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نوروز را از جشن‌های غیر اسلامی خوانده اعلان نمود که هیچ کسی در افغانستان نباید نوروز را جشن گیرد. محمد یحیی عارف، یک مقامدار این وزارت، در یک پیام ویدیویی گفت که از جانب این وزارت منتشر گردید تاکید میکند که نوروز عید مسلمانان نیست و در ادامه افزود که کسانی که از نوروز تجلیل میکنند و به آن احترام میگذارند از دین اسلام خارج میشوند. او اینچنین گفت نوروز عید ماجوسیان است و عید غیر مسلمانی است و عید مشرکین است. از این لحاظ به گفته این منصبدار گروه طالبان مسلمانان باید از جشن گرفتن نوروز خودداری کنند. این هم در حالی است که بسیاری از علمای اسلامی در افغانستان این نگاه و تفسیر طالبان را به نوروز تندگرایانه و بی احساس می‌دانند. محمد محقق، یک پژوهشگر دین در افغانستان، بر آن نظر است که چنین تفسیر به آموزه‌های اسلامی درباره نوروز موافق نیست. آقای محقق بر آن نظر است که جشن نوروز متعلق به یک قوم یا یک منطقه نیست و آن یکی از دستاوردهای تمدن انسانی است. در همین حال با در نظر داشت من نمودن جشن نوروز از جانب طالبان، عید نوروز در کابل در یکی از زیارتگاه‌های شیعیان تجلیل کرده شد. از سبب آنکه این محل به شیعیان تعلق داشت، نیروهای طالبان مانع مراسم جشنگیری نوروز در این مکان نشدند، ولی در زیارتگاه مفصوم در مزار شریف در مرکز ولایت بلخ که همه سال نوروز به طور گسترده و رسمی برگزار میشد، این سال مراسم برگزار نشد. اشرف غنی، رئیس جمهوری فراری افغانستان، در یک پیام نوروز را شادباش گفته افزود که طالبان افغانستان را به یک کشور فراموش شده، تنها، عقب مانده و شدیداً ناامید مبدل کردند. همزمان عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در یک پیام نوشت که نوروز باستانی که بر استخوان طبیعت و ریشه در عمق تاریخ و فرهنگ دیرینه در این حوزه دارد. حمید کرزی نیز نوشت که فرا رسیدن جشن عنعنوی نوروز و آغاز سال 1402 هجری خورشیدی را
به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می دارم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در پیامی به مناسبت عید نوروز گفت که ممنونیت نوروز تلاش مذبوحانه طالبان برای زدودن فرهنگ‌های کهنه مردم است. مسعود در ادامه شدیداً از طالبان انتقاد نموده برای ادامه مقاومت علیه این گروه تاکید نمود. قبل از بازگشت طالبان بر سر حکومت سیاسی افغانستان نوروز هر سال در اول ماه حمل مطابق به 20-21 ماه مارس در شهرهای مختلف افغانستان به شکل باشکوه و گسترده جشن گرفته می شد. سال گذشته که اولین بار نوروز زیر حکومت نو طالبان تجلیل می شد، سخنگوی طالبان به رسانه‌ها گفته بود که حکومت طالبان مانع برگزاری مراسم نوروز از سوی مردم نمی شوند، ولی ما رسما نوروز را تجلیل نخواهیم کرد. مهاجران برای خوب دانستن زبان روسی می توانند در سپردن انداز از درآمد اشخاص واقعی تا 50% امتیاز بگیرند، ولی برای ندانستن آنها را می توانند جریمه بندند. نشریه سوابودنای پرس روز 24 مارس سال 2023 خبر داد که چنین پیشنهاد در یک میزگرد در دومای دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه از زبان والنتینا کازاکووا سردار ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه صدر داده است. کازاکووا گفته است امتیاز در سپردن انداز وابسته به سطح دانش زبان روسی مهاجران می تواند از 10 تا 50% را تشکیل داده مهاجران را برای آموزش زبان روسی تشویق کند. والنتینا کازاکووا همچنین راهاندازی ریتینگ دانستن زبان روسی را برای مهاجران پیشنهاد کرده و گفت برای آنها باید 3 ماه دوره همایش ادپتاسیا جاری کنند و مهاجرانی که در این 3 ماه زبان روسی را یاد نگرفتند باید پول علاوگی به اصطلاح پرداخت ادپتاسیونی بسپارند. به این ترتیب مقامات روسیه میخواهند به مهاجران برای عزمشان به آموختن زبان روسی امتیاز دهند، ولی آنهایی را که برای آموزش این زبان عزم نشان نمیدهند جزا دهند. مهاجران چندین سال باز در روسیه مجبورند که برای گرفتن پتنت از زبان روسی امتحان میسپارند. آنهایی که برای اخذ اقامت یا شهروندی عریضه میسپارند باید نه فقط زبان بلکه تاریخ و فرهنگ روسیه را نیز بدانند و از آن امتحان میسپارند. از این قبل روز 2 مارس سال 2023 در یک جلسه مربوط به مسائل مهاجرت در حضور والی یا گوبرناتور ولایت کالوگا ولادیسلاو شپاش که با سیاست آشکارا ضد مهاجران نام برآورده است از آن اظهار نگرانی کردند که همسران بسیاری از مهاجران زبان روسی را نمیدونند و میل و خواهش آموختن این زبان را هم ندارند که این به همایش و ادپتاسیون فرزندان آنها در مکتب‌های روسیه تاثیر منفی میرساند. بنا به گزارش نشر شده در سامانه رسمی شورای حقوق انسان روسیه یا رئیس این شورا والری فدیف در کالوگا تهیه رویخط تمام فرزندان مهاجران را پیشنهاد کرد و آموختن زبان روسی را یک شرط برای دریافت کمک‌های اجتماعی نامید. اگر کمک اجتماعی گرفتن خواهید لطف کنید و زبان روسی را بیاموزید. ما را میتوانند به پایمال کردن حقوق آنها عیبدار کنند، ولی این حمایت از حقوق شهروندان روسی است. این برای جامعه ضرور است. والری فدیف بنا به اطلاع سوابودنای پرس همچنین پیشنهاد کرده است که مهاجرانی را که فرزندانشان را هم به روسیه آوردند باید مجبور کنند تا که فرزندانشان را به مکتب بدهند. در غیر این صورت گفت فدیف باید آنها را از حقوق پدر و مادری محروم کنند. این پیشنهادها ظاهرا ناراضگی مقامات روسیه از سطح دانستن زبان روسی از جانب مهاجران و از طرف دیگر از مهاجرت‌های سرشمار مهاجران برای دریافت کمک‌های اجتماعی را نشان می‌دهد. بنا به حساب‌ها هر سال تا 10 میلیون مهاجر کره از جمله بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک به جستجوی کار به روسیه می‌آیند. هزاران نفر آنها زنان و فرزندان و برخی پدر و مادر خود را نیز همراه به روسیه می‌آورند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 23 مارس سال 2023 خبر داد که شخصیت مردی که یک جوانزن را لطوکوب کرده مجبوراً به ماشینش سوار کرده بود معاین گردیده او را تحت جستجو قرار دادند. معلوم شده است که او ساکن پایتخت نعیمجان ددبایف در باغ روی نو با همسر سابقش مناقشه کرده او را زیر مشت و لغت گرفته است و سپس به ماشین تاکسی مجبوراً سوار کرده است. صحنه 22 مارس سال جاری در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر گردید که در آن لحظه لطوکوب و مجبوراً به ماشین سوار نمودن یک جوانزن از جانب یک مرد انعکاس یافته بود. این ویدیو موج واکنش‌ها را به بار آورد
و بنا به اطلاع رئیس وزارت کارهای داخلی دوشنبه، شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی از مقامات ملیس درخواست کردند که حادثه مذکور را سنجش و نسبت به آن مرد در دایره قانون چاره اندیشی کرده شود. در نتیجه برگزاری یک قطار چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی، راننده افت-ماشین در نوار انعکاس یافته تمغه اوپل استرا رقم‌های قید دولتیش 0707 KU07 حضرت قلوف جمشید، سال تولدش 1985، استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نعمت قره‌بایف به مقامات ملی دسترس کرده شد. ضمن پرسش معین گردیده است که حضرت قلوف همچون راننده تاکسی صبح بر وقت 22 مارس ساعت 6 صبح با درخواست و فرمایش رفیق شهروند ددبایف نعیم جان به کوچه روی نوی نویه سینو به نزد همسر سابق ددبایف نعیم جان رفتند. ددبایف نعیم جان که با مقصد دیداربینی فرزندان خردسال و با فرزندش تجلیل کردن جشن نوروز آمده بود، هنگام سیر و گشت در باغ کوچه روی نو با سابق همسر خود مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده است. همزمان همسر سابقش را زیر لطوکوب قرار داده مجبوراً به واسطه نقلیات سوار کرده است. عین زمان گمان به شونده ددبایف نعیم جان در جستجو قرار داشته اوج با حادثه مذکور سنجش ادامه دارد. 23 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 15:30 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه مرسدس بنز رجبوف محمد زویر، سال تولدش 1996، ساکن شهر لیوکند، هنگام حرکت از طرف جماعت دیوات وحدت به سمت شهر لیوکند از عهده اداره کردن واسطه نقلیات نبرآمده به کنار طرف راست رو برآمده به کانال آبگذر چپ نموده است. در نتیجه مسافر داخل افت-ماشین رستم و خورشیده، سال تولدش 1982، ساکن نویه مذکور از داخل آب برمیآید و خود راننده رجبوف در آب غرق شده، جسدش تا حال دریافت نشده است. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که زن 51 ساله ساکن نویه اشت 20 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 09:30 دقیقه با راه پنهانی از بالای میز فروش تلواری زن 29 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف واقع در آشیانه دوم مرکز سودای حاجی عبدالعزیز از بازار پنجشنبه شهر خوجند یک عدد انگشتری و 2 عدد گوشوار طلایی را که ارزششان 5500 سومانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب شده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیش ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.